راهنمود استفاده از مرکز دسترسی از خانه یا هوم اکسس سنتر. راجستر نمودن شاگرد. اول، برای راجستر کردن والدین باید به مکتب اولاد خود مراجعه کنند. دوم، از مکتب فرم HAC را طلب نمایید. سوم، باید ایمیل ادرس خود را فراهم کنید. چهارم، سکرتر مکتب به شما معلومات ورودی را تهیه خواهد کرد. برای ورود شدن به مرکز دسترسی باید به وبسایت homeaccess.akron.k12.oh.us مراجعه کنید. باید ایمیل ادرس خود را به مکتب داده باشید. آنها اسم کاربرد و رمز عبوری را از طریق ایمیل در اختیار شما خواهد داد. با استفاده از همان اسم کاربرد و رمز عبوری به اینجا وارد شده می توانید. روی آیکان هوم کلیک کنید. اینجا با کلیک کردن روی کلندر شما می توانید کارخانگی ها و ضرب الاجالشان را و فعالیت های سایر اولاد خود را مشاهده کنید. مشاهده کارخانگی. با کلیک کردن روی کارخانگی یا اساینمنت شما می توانید ضرب الاجالش را ببینید. مشاهده حاضری. حاضری نشان می دهد که یک شاگرد چند روز در مکتب حاضر یا غیر حاضر بوده. اینجا شما خواهد دیدید که طفلتان با مکتب یا کدام کلاس ناوقت نرفته باشد. برای عذرخواهی غیر حاضری والدین باید به مکتب بیایند یا زنگ بزنند. مشاهده کلاس. اینجا شما درجه بندی کلاس روم طفل خود را و کارخانگی های ناسپرده شده را دیده می توانید. مشاهده گرید. والدین می توانند نتایج تمام آزمون های عمومی را اینجا ببینند. مشاهده راجستریشن. اینجا والدین در مورد راجستریشن طفل خود معلومات به دست آورده می توانند، مثل نقطه تماس در حالت عاجل یا امرجنسی، ترانسپورت و دیگر.